تو این جلسه میخوام بریم نظرات کاربرانی که رفتیم براشون یه دونه محتوای سفارشی ساختیم رو بیایم حالا لیستینگش رو براش بسازیم. سلام عزیزان دل، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من افشین یعقوبی هستم، اینجا مستر دیباگه و تو این جلسه میخوایم بریم درباره اون CCT ها یا محتوای سفارشی که قبلا درست کرده بودیم بیشتر صحبت بکنیم، بریم براشون لیستینگ بسازیم. 2 تا لیستینگ براشون میسازیم چون میخوایم توی جلسه سوم یه کار خیلی خوبی انجام بدیم. یکی از لیستینگ ها توی این جلسه، یکی هم جلسه بعدی، تا ببینیم که چجوری میتونیم این رو به نمایش درش بیاریم و انتهاش فکر کنم کار قشنگی در بیاد. همراه من حتما باشید. بسیار عالی. این همینجا باشه، بریم. همینجا دارمش. من میرم داخل جت انجین و اون لیستینگ هامون که بخوام یه لیستینگ برای این بسازم. خب میام یه آیتم جدید میزنم، میگم که میخوام نوع محتوای سفارشیم رو نظرات بیماران، نظرات این میذارم اصلی یا همون بزرگ بهتره. خب وایسین تا اینم تمام بشه. خب بسیار عالی. ببینید اینجا ما بیایم اول از همه تنظیماتی که نیاز داریم رو درستش بکنیم. این رو بذارمش روی همین حدودا خوبه به نظر من. حالا یه چند تا بریم بالاتر. این ابعاد خوبه. چیزی که میخوام نظرات بیماران و این هم چیزایی که هستش که نیاز داریم. بسیار عالی. حالا من میام اینجا و یه دونه کانتینر اضافه میکنم، میگم که رو به پایین باشه. تنظیمات خود این رو من براش درستش میکنم، میام رنگ بهش میدم، میگم رنگ آبی کم رنگ خوبه دیگه. یه حاشیه 15 تایی بهش میدم. میام اینجا و این رو میذارم روی رم و بهش میدم 1. این رو هم 1 بهش میدم. میخوام کامل بچسبه همه چی دور اطراف. یه تیکه کده که اونم بهش میدم، اینجا براتون گذاشتمش، میتونید برش دارید قطعا بعدن توی کانال تلگرامیم هستش. خب اینجا تموم کار ما. ببینم فقط این رو من بهش بدم 10 تا فاصله باشه و بقیه موارد که حالا دیگه زیاد نیازی بهشون نداریم. بسیار عالی. حالا چیکار میکنیم؟ میریم یه دونه دیگه ما کانتینر بهش اضافه میکنیم. میام داخل این کانتینرم یه دونه تصویر و کادر اضافه میکنم بهش. این رو یه مقداری من میذارم اینجا، به این صورت فاصله بینابینی و وسط رو براش انتخاب میکنم. خب میام اینجا این رو به صورت پویا میگم که بیایم این پایین و از جت انجین تصویر نوع محتوای سفارشی رو انتخابش میکنم. فیلدش رو میذارم تصویر بیمار. برگشت هم که نمیخوام داشته باشم اصلا دیگه. خب این برای من اینو آوردش. یه متن هم داره، متن هم به همین صورت هم پویاش میکنم. میخوام اسمش باشه. میام این چیزایی که ما اون طرف پر کردیم دیگه هم داریم استفاده میکنیم ازشون. فقط میام اینجا و فیلد محتوای سفارش رو انتخاب میکنم. نام بیمار رو میزنم برای من. بله میارش، میذارش اینجا. این رو هم نیازش ندارم اصلا. خب حالا میام این رو میذارم این قسمت وسط، میذارمش اینجا. این رو 115 تا خوبه. تصویرمون رو من بذارم شارژ.
خب انحناش رو میبرم بالا که گرد بشه کامل. بعد این حدودا خوبه. محتواش رو میام اول اینکه اینو میذارم روی عنوان، چون که میخوام کوچیک باشه. من برام قبلش اینجا یه کد هم برای این تصویر اون داریم، اینم بیارم براش بذارم تا اون شکل خودش رو بگیره برام. اینجا میام این رو اضافهش میکنم. بسیار عالی. به این صورت در میاد، یه مقداری میره بالا. خیلی هم عالی شدش. حالا کاری که باید بکنم، بیام اینجا توی طرح‌بندی. خب میذارمش آغاز. خب این رو هم برش میذارم و این رو هم این بذارید نیازی نداریم بهش. به این صورت. خب فاصله محتوامونم این که نه. خب این رو فاصلهش رو کمتر بکنم من، 10 تا. بیام تصویرمون رو بزنم روی پیکسلی و کوچیکش پیکسل نداره، همینجوری اینو فقط کوچیکش میکنم. اینجا این مناسبه. خب حالا بازم من الان بقیه چیزا هم محتوا اینا هم درست بکنم سایزش رو، میایم به بقیه چیزاش میرسیم. اینو یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم و الان این مناسب شدش. فقط کاری که باید بکنم من برای این تصویرمون اینه که بیام بگم که میذارم روی اسپن. خب یه مقداری این رو کوچیک‌ترش بکنم. خوبه دستش بهش نزنم. این درسته. این رو هم به این صورت. خب خب این رو پاکش کنم. یه دونه اینجا تصویر که نه، یه دونه فیلد فیلد پویا رو میذارم اینجا. فقط باید جابجاشون بکنم اینا رو. خب برم اینجا فیلد پویا رو بهش بدم. چی نشون بده؟ من میخوام بهش بگم که بیاد از داخل پای ما اینا باید باشه. شهر بیمار رو اینجا نشون بدم که بدونیم از تهران بیمارمون. خب فقط من بیام اینجا. خب اینو میام پایین، میگم که فیلد سفارشی خروجی. میام ابتدای این بنویسم از شهر، یه فاصله میدم، تهران. خب فقط اینجا بیام خطی درسته. اینو انتخابش بکنم، بذارمش سفارشی 50%. بسیار هم عالی. خب یه مقداری فقط کوچیکه، باید ما بزرگترش بکنیم. این هنوز به اون چیزی که میخوام تبدیل نشده. یا میزدم روش و یه مقداری تصویرم رو
شاید بزرگترش بکنم. به نظرم الان مناسب تر شدش. خب این رو هم برش دارم، من نیازی نداریم بهش. این رو مثل اینکه باید باشه اینجا. خب خیلی خوب، عالی شدش. خودم حالا این روی این بعدا کار میکنم دیگه. الان 50 اوکیه. به همون 10 به نظرم خوبه. ولش کنیم، حالا فعلا این جوابه دیگه. ذهنم محتوا رو کوچیک‌تر بکنم، تاثیرش چه خواهد بود. خب حالا شاید بتونم یه مقدار تصویرش رو هم بزرگتر بکنم. خب از این بگذریم، اینو میذاریم پایین، جمعش میکنیم، میایم اینجا ما یه دونه متن هم داریم، میایم ویرایشگر متن رو اضافهش میکنیم اینجا، بذاریم اینجا باشه، بعد بیارم بندازمش اینجا و اینو جمعش کنم بندازمش این پایین. خیلی هم عالی. همون لورپسون باشد، وسط میذارمش یا حتی شاید اینجوری. متن خوبه. بازش میکنم از چپ و راست یه مقداری 15 پیکسل جمع جورش میکنم. خب حالا دیگه چی نیاز داریم؟ میام یه دونه من این پایین کانتینر اضافه میکنم. داخل این کانتینرمون اینو بیام بزنم که فول بشود. چرا فول نمیشه؟ چرا فوله من؟ نباید بشود. خب این کانتینر رو گذاشتیم اینجا. داخلش بیایم چی بذاریم؟ یه دونه فیلد سفارشی دوباره میذاریم اینجا، فیلد پویا. خب این فیلد پویامون رو میایم تنظیمش میکنیم روی، میگیم که برای من به پایین شهر رو گذاشتیم. تاریخ ایجاد به نظرم. خب بذارید یه کاری بکنیم، اینو من حذفش بکنم و بیام اینجا لیست آیکون رو سرچ بکنم، چون که به نظرم اینجا این آیتم راحت تر در میاد برای من. اینا رو پاکش بکنم، میام اینجا. خب توی لیستمون میخوایم تاریخ نوشته رو در بیاریم دیگه. بذار اینجوری میذارم، حالا فعلا زیاد بهش حساسیت به خرج نمیدم. میام اینجا انتخاب میکنم، بیایم پایین. خب تاریخ زمان فعلی که نه، زمان نوشته. بعد میام اینجا میذارم پست منتشر شده رو نشون بده و اینجوری. خب زمان نوشته نیستش، احتمالاً تاریخ نوشته. بله خب قابل خواندن برای انسان، درسته. خب ببینیم که این رو من بیام بدم متن 20 دقیقه قبل این منتشر شده این نظر. خب همین رو میخواستیم دقیقا. بیام اینجا و این رو بذارم رمو. یک زیاده، این بهتره، اینم
همه رو بدیم یک، یه ذره جمعی بشن که اینم رنگ بدم 1. بسیار عالی. خب در کنار این ما بیایم ستاره هم بدیم، امتیاز بنویسم من اینجا، امتیازدهی رو اضافه کنم به این بخشمون. بیام این رو بگم که بدین صورت برای ما نمایش بذار و به این صورت ارتفاع هم اینجوری. خب حالا میام اینجا یه دونه آیکون دارم برای ستاره ها، میذارمش. میتونیم از خودمون ستاره هم استفاده کنیم، ولی خب من از این بیشتر خوشم میاد. امتیازدهیش رو میایم از فیلد پویش استفاده میکنیم، میگیم که نوع فیلدش رو مشخص کنیم و بگیم امتیاز. خب ببینید که برای من 4 ستاره رو داره نشون میده. بسیار هم شیک و عالی شدش. دیگه باید بریم یه سری تنظیمات رو هم انجام بدهیم. خب این رو من برش دارم، این هم برش دارم و کل این رو من اگر بهش بدم این بهتره. بسیار خب تموم شدش این و ما تونستیم این لیستینگ رو بسازیم. توی جلسه بعدی یه دونه لیستینگ دیگه میسازیم، میخوایم یه سری کارا رو باهاش انجام بدیم و حالا ببینیم که توی اون جلسه چی میشه. حتما جلسه بعدی رو دنبال بکنید. یادتون باشه که این ویدیو منو لایک کنید، سابسکرایب کنید کانال من رو و اون زنگوله هم روشن کنید. اگر سوال کامنتی هم داشتید حتما از من بپرسید، همه سوالاتون رو جواب میدم. تا جلسه بعد که شما رو میبینم به خدای بزرگ میسپارمتون. روز و روزگارتون خوش باشه. فعلا خدا نگهدار. مست دیوار ماجرای ماست تو دنیای وب، با قدرت و تلاش هر خطایی رو حل میکنیم با کد نویسی. سایتت زنده میشه با خلاقیت و عشق بینایت.